به نام خدا. غلامرضا پیمان هستم، مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فناور گستر پیمان. شرکت فعالیت‌های خود را از سال 1387 به طور تخصصی در زمینه طراحی، مشاوره و ساخت واحدهای تولید قیر آغاز نمود. عمدتاً واحدهای تولیدی قیر چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه تولید سنتی عمل می‌کنند. برای اینکه این واحدها در بازارهای داخلی و خارجی موفق عمل کنند، باید روش‌های استفاده کنند که علاوه بر پایین آوردن هزینه تولید، کیفیت محصول را افزایش دهند تا قابلیت رقابت با دیگر رقبا را داشته باشند. این امر جز با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های روز دنیا امکان پذیر نیست. شرکت فناور گستر پیمان با دارا بودن واحد علمی پژوهشی این هدف را برآورده ساخته. واحدهای تولید قیر عمدتاً واحدهای آلوده کننده محیط زیست می باشند. واحدهای نسل سوم با استفاده از تکنیک‌های جدید دوستدار محیط زیست می باشند. این شرکت به عنوان مشاور و طراح توانایی آن را دارد که سیستم پالایش قیر را مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز پژوهش و تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی و اداره استاندارد ملی ایران و سی اروپا راه اندازی نماید. شرکت فنی مهندسی فناور گستر پیمان در ساخت و راه‌اندازی واحدهای احداثی از متخصصین، امکانات و تجهیزات داخلی استفاده نموده و هیچ گونه وابستگی به تخصص، امکانات و ماشین‌آلات خارجی ندارد. واحدهای طراحی شده توسط این شرکت نسل سوم کارخانجات تولید انواع قیر میباشد که توانایی تولید انواع قیرهای خالص، نفوذی، پیجی و ویجی را از خوراک وکیوم باتوم دارد. در واحدهای طراحی شده به هیچ عنوان از حرارت مستقیم در فرایند تولید استفاده نشده و برای تأمین گرمایش مورد نیاز از مبدل‌های حرارتی استفاده می شود که این امر باعث حفظ کیفیت محصول می گردد. نسل سوم تولید قیر مزایای زیادی نسبت به نسل‌های پیشین خود دارد. هزینه تولید پایین‌تر، کیفیت محصول بالاتر، تنوع محصول، ایمنی و طول عمر بالاتر و امکان افزایش ظرفیت تولید. از آنجایی که منابع علمی کافی به زبان فارسی در صنعت قیر و عایق وجود نداشت، شرکت اقدام به تألیف و تدوین کتاب‌های تخصصی به زبان فارسی و ساده در این زمینه نموده است. اهمیت نقشه‌ها و مدارک در ساخت کارخانه بر کسی پوشیده نیست. شرکت فناور گستر پیمان در تمامی مراحل ساخت و ساز مدارک لازم را با استفاده از نرم افزارهای تخصصی تولید و در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. کتابچه استاندارد و روش‌های آزمون، کتابچه محاسبه میزان حامل‌های انرژی، کتابچه فرایند تولید و پارامترهای کنترل،
نقشه دیاگرام جریان فرایند PFD، نقشه های جانمایی تجهیزات پلات پلن، نقشه های کد ارتفاعی تجهیزات کاتنفیل، نقشه های بتون تجهیزات سیویل، نقشه های کامل ساخت مخازن و وسل‌ها، فیلم انیمیشن پروژه، لیست متریال مورد نیاز MTO، نقشه های ایزومتریک پایپینگ و مشاوره در امور عایق، برق و ابزار دقیق. تهیه و تنظیم طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی و فنی تولید انواع قیر با نرم افزار کانوا. نکاتی که در این طرح بررسی میشه شامل محاسبه بهترین ظرفیت تولید در منطقه، برآورد سرمایه ثابت و در گردش، مشخصات تجهیزات و ماشین آلات، برآورد فروش سالیانه، برآورد میزان خوراک مورد نیاز، برآورد سود و زیان، محاسبه قیمت تمام شده خوراک، برآورد هزینه‌های بهره برداری و پیش بینی نشده، برآورد قیمت تمام شده محصول، محاسبه نقطه سر به سر، محاسبه دوره بازگشت سرمایه و NPV و IRR. و اما سخن آخر، برای اینکه واحدهای تولید غیر بازارهای خود را از دست ندهند، استفاده از تکنیک و دانش روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است. شاد و پیروز باشید.